خدابخش گیویف دروازه می‌سازد. این شغلی بیرون از مکتبیش میباشد. در قطار مکتب این دکان کفشگری را برایش عزیز می‌یابد. طور خودی او میگوید در مکتب سواد اینجا باشد هنر از خود نموده است. مقصد دارد که بعد ختم مکتب میانه با همین کسب با مهاجرت مهنتی سفر نماید. شنیدم که میگن در این کسب در مسکو یعنی کسب بهترین در آنجا میباشد. ما برای همین پدرم رو یعنی من بسیارتر از پدرم اینا دارم که با اینجا ما رو داخل کرد. این هنر کلان در روز اولی که معاش کلان نگیری خیلی این کسب بهترین کسب خیلی. مقصد است که روسیه برای همین کسب کار کنید. مقصد است پیشکی مقصد موندگی میرم. در ناحیه واسه به مثل خدابخش شمس هم آموزش این هنر را از شاگردی آغاز کرده است. حالا اوستای کلان است. او یک چند سال پیش در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده است. شمس خوب می‌داند که هنر کفشگری در بازار مهنتی روسیه طلبگارانش زیاد میباشد. همین هنر یگانش گنده نیست. هنر خوب است. امی بچه‌ای که روسیه میروند اینا خود رفتگی چی مسئله دادنی انگولا؟ اولش که بهوده نگردن اومدن ده هنر یاد بگیرن بعد بروان که دوجا عذاب نکشن. دوجا رفتن بعد اینجا بهوده گردیده دوجا عذاب میکشن. یه کم کسبی ده باشه هنر یاد بگیرن دوجا خور نمیشه. کدام کسبو همونجا کار می‌کنه؟ این دوجا هست که ارمیروف چی اتپلینی میکشیدگی. اون هم کروای کریشه همه. یکی از کسب‌های دیگری که در بازار مهنت روسیه انتظارش هستند این خراطی است. نجمیدین موسویف اوستای این کسب است. برکت این کسب رو او هم در روسیه و هم در وطن دیده ایستاده است. من خودم رفتگی بودم همون جزا که بسیار زاوردو ده همه کارش خیلی سوم نداره. به وجود هیچ کی یگان جدا به وجود نمیده شغال. میتونه رو از جای زلولی است که یا سوخوز نمیغلطی مثلا قدر نداره. نکی کار میکنی به وجود 50% حق میگیری. اگر همین حجت همین چیز داشته باشی 100% ویلو کنید. همین وردوش همیه. اویدی کسب‌های در بازار مهنت خارج کشور طلب شونده ما به شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه واسع مراجعت کردیم. در اینجا به ما اطلاع دادند که عین زمان سمت مهاجرت وسیع شده ایستاده است. در برابر روسیه به دولت‌های کره، انگلیا، لیتوا، پولش و دیگر دولت‌های اروپا راه گشوده است. طلبات بازار مهنت خارج کشور اصلا از روی اختصاصهای ساختمانی بیشتر نیاز دارد. از آن جمله کفشگری، برقچی، سنتخنیک، اندوهگر رنگبرچی، آرماتورباف، بتون ریز و دیگر خشچین، دوردگر به همین کسب‌ها اساساً طلبات به همین کسب هنرها بیشتر می‌باشد. اینجا ما اطلاع گرفتیم که مثل خدابخش بر این جوانان اگر صاحب کسب باشند و حجت نداشته باشند میتوانند به اینجا مراجعت نموده صاحب حجت گردند. به حجت تصدیق کننده مزد معاش آنها کم میباشد. اگر ملکه کسبی داشته باشه حجت تصدیق کننده داشته باشد از روی رضایت از روی شهادتنامه تخصصیش معاش آنها در اونجا باز زیادتر میتن. همین شهروندان بسیارتر به ما مراجعت میکنن که اونها اصلا شهروندانش علاقه اختصاصمند شدگن صاحب کسب صاحب هنر میباشن و شهادتنامه کسبی ندارن. در همین با هم کمیسه پیشنهاد میکنن در اونجا طریق خدمت‌گزاری صاحب شهادتنامه کسبی میشن. وابسته به طلبات بازار مهنت در ناحیه واسع شماره سیخ‌های کفشگری می‌افزایند. در این قطار شماره کارگران در این میان مثل خدابخش بسیارشون شاگردان میباشند.